حکایت آبرویی که در سراب تست بازیگری ریخته شد. سردار جریان این گروه به طور کلی چی بود؟ کدوم گروه؟ هپی. قطعه به یقین بدونید ما چند نفر با لباس شخصی گذاشتیم دمی در یوتیوب همه ویدیوها رو میبینم. حکایت این بازیگری شما چی بوده و چطور به اینجا رسید؟ حالا من زیر پل سیدخندان بودم، یه راننده تاکسی سبزه‌ای اومد به من گفت که من اسمم فارله، صدا میکنم تو خط فری. سردار انتظار مردم از پلیس در این جور موارد و نیروی انتظامی چی است؟ بله بدونید سرعت بالا، ظرف 2 ساعت شناسایی، ظرف 6 ساعت دستگیر و ظرفی 2 ساعت آزاد میشن. و این آقا الان کجاست؟ فکر کنم تو خط سیدخندان کار میکنه. همه مشخصات این آقا دقیقاً چیه؟ سبزه است، کلاه هم میذاره سرش. سردار سرعت عمل پلیس در این جور موارد واقعاً چقدر بالاه؟ بله به طور مثال شما برقص بگیرش. بعد سردار قسمت پایین‌تره چطور؟ قطعه به یقین بدونید سرعت بالاتر هم مجازات میشه. بگیرش.